بنده عزیز آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود با ما وصل شدند و در برنامه هستند و با ایشان صحبت میکنیم. آقای مسعود سلام بر شما، شب شما بخیر باشد. در آغاز آقای مسعود میخوایم که بعد از برگزاری انتخابات تا اینجایی که قرار داریم تحلیل شما رو در موردش داشته باشیم، ای که کمیسیون انتخاباتی چگونه کار کردند و بعد از برگزاری انتخابات این روند چگونه گذشته. بسیار تشکر از شما. بله، تقریبا از ابتدا معلوم بود، متاسفانه از روز اول معلوم بود که کمیسیون مستقل انتخابات مدیریتش به شدت ضعیف بود و کسایی که رفتن رای دادن آمارشون بسیار پایین بود و حکومت نتونست که یک انتخابات سالم اینا برگزار کنند. در هیچ شک نیست. تقریبا با تمام نامزد وکیلانی که ما در تماس هستیم در سرتاسر افغانستان و همچنان نهادهای مختلف و همچنان بسیار مردم دیگه تماما در واقع هم یک قول مشترک دارند که حکومت ناکام است در برگزاری انتخابات. مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات ضعیف بوده و آمار رای دهندگان پایین بوده و در واقع تمام مسائل با هم قاطی کردند و ای که در نتیجه این انتخابات چی بیرون میشه، یعنی واقعا من فکر میکنم که یک نزاع کلان شاید ایجاد شود. اما آقای مسعود، کارنامه ها و یا هم برنامه ریزی کمیسیون انتخابات را در همین بخش شما چگونه ارزیابی میگیرین؟ کمیسیونی که از گذشته به این سو تاکیدش بر برگزاری انتخابات شفاف و همچنان کار کردن درست بوده، حالا شما اعتماد دارین که یعنی میتونن آرای سفید و سیاه از هم جدا بسازن و نتایج انتخابات به گونه واقعی به نشر برسن؟ من شک دارم به خاطر اینکه در واقع اینا تمام مسائل چنان قاطی کردن که دقیق تفکیک کردن از بسیار مشکل شدن. جایی تانستن که باید مدریک استفاده کنن و جایی نتونستن که کار بکنن. یعنی اینقدر مشکلات پیچیده شده، زیاد شده که من فکر میکنم که تفکیک آرا و بالاخره روشن کردن این مسئله بسیار پیچیده شده. حتی برداشت چنان منفی است که حتی اگر بتونن یک قسمت کارم انجام بدن، اما برداشت عمومی در افغانستان در بین مردم افغانستان کاملا منفی است و برآیند این انتخابات من فکر نکنم که یک برآیند سالم باشه. پس حالا چگونه میشه مردم اعتماد بکنه؟ یک بحث مهم میتونه می باشه، یعنی در بحث بزرگتر اگر خود روند انتخابات را در افغانستان برجوی بگیریم، آقای مسعود با توجه به تحلیل که شما کردین، اگر این گونه یک سرنوشت انتظار انتخابات داشته باشه، واضح است که دیگه انتخابات ها نمیتونه اعتبار داشته باشه. حالا چگونه میشه ترمیم شود این مشکلات؟ متاسفانه همینطور است. ببینیم که نتیجه اینا چی اعلان میکنن. آنچه که اهمیت داره امروز همیشه قطعا نظام انتخاباتی باید تغییر کنه، اصلاح و تغییر در خود کمیسیون انتخابات باید بیاید. یعنی تقریبا تمام مسائل باید تغییر بکنه تا مردم دوباره اعتماد کنن به می روند انتخابات و به انتخابات آینده، به دموکراسی، به انتخاب شفاف و عادلانه، به تمام مسائل. یادمان نره که ما در افغانستان آنچه که بسیار نیاز داره مسئله ثبات است. ثبات از طریق رضایت مردم، از طریق قناعت مردم میتونه به وجود بیاد. متاسفانه این کمیسیون و این حکومت در واقع تمام آنچه که بی‌ثباتی است اینا آوردن، مسائل چنان قاطی کردن، چنان در هم برهم کردن که جدا کردن از این بسیار مشکل شده، پیچیده شده و به اون خاطر قطعا باید تغییرات هم در کمیسیون انتخابات بیاد، هم در نظام انتخاباتی بیاد و حتی اگر به این چیز اصلاح نشه، مطمئنم که بعدتر مردم افغانستان تقاضای حتی تغییر خود اداره موجود خواهد کردن. ولی آقای مسعود، با مشکلات موجود، مواردی که شما پیشنهاد کردین، باور دارین یک کار میتونه آسان باشه برای کمیسیون و در بخش هم برای حکومت و همچنان تحمل یا قبول کردنش در یک سطح بزرگتر برای مردم افغانستان؟ ببینید، در جای شک نیست که از ابتدای حکومت قطعا اراده یک انتخابات شفاف و عادلانه نداشته. حکومت در واقع تحت اشراف آقای اشرف غنی قطعا نیت به خاطر انتخاب شفاف و عادلانه نداشت. از ابتدا معلوم بود در غیر صورت در مدت 5 سال امکان نداره که یک حکومت به این طول و عرض به نام وحدت ملی که تقریبا 80% مشروعیت داشت، یعنی نتونه که یک کمیسیون آماده بسازه، نتونه که یک انتخابات شفاف و عادلانه آماده بسازه. این عجیب است. به اون نسبت اراده نداشتن اینا. امروز همون قسم شما گفتین مشکل است، بله مشکل تر شده، هرچند که هنوزم اراده نداره حکومت، هنوزم در واقع مکچراه رمان است، اما بازم
اگر کوچکترین اراده را که باید نشان بدن همیشه که باید در کمیسیون خودش تغییرات بر بیاد تا حداقل اعتماد مردم یک مقدار احیا شود و باور پیدا شود، باور پیدا شود که این کمیسیون میتونه که یک کار بکنه. در غیر صورت هیچ امید نیست از این کمیسیون و از این مدیریت، قطعا امید نیست. بله، پس همین بحث اخیر شما را اگر ربط بدیم با انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به اینکه سر و صداها به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلند شده، با می کمیت، با می ظرفیت و با می کمیسیون رفتن به انتخابات ریاست جمهوری به چی معنی میتونه باشه؟ با همی کمیسیون، با همی روند، با همی کمیت یک فاجعه است رفتن به انتخابات ریاست جمهوری. یاد ما باشه که بسیار مهم است که نسبت به خود انتخابات سلامت انتخابات مهم است. نسبت به خود انتخابات آنچه مهم است برآیند انتخابات مهم است. انتخابات خودش یک مکانیزم است. آنچه بسیار مهم است همیشه که یک دولت مشروع با وجود بیاید که مردم افغانستان قناعت کنند. اما با همین کمیسیونی که نتونست انتخابات برگزار کنه در واقع امتحان خود داد، مطمئنا که انتخابات رئیس جمهوری به یک افتضاح تبدیل میکنه و در واقع بحران ایجاد میکنه. به اون خاطر قطعا باید این کمیسیون و این نظام انتخاباتی قطعا باید تغییرات بیاید، اصلاحات بیاید و اینکه چگونه میتونه این کار بکنه. مطمئنا اگر آقای اشرف غنی واقعا اراده داره، نیت خیر به این کشور داره، مطمئنا امرای احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، امرای اینا به تفاهم برسه که واقعا چطور میتونه که یک کمیسیون مستقل بی‌طرف که بتونه انتخابات آینده ریاست جمهوری تضمین کنه و برآیندش هم یک برآیند مشروع، شفاف و درست باشه، این باید قطعا این کار انجام بدن. حالا آقای مسعود، بین در مورد احزاب هم بپردازیم. احزاب در مورد برگزاری انتخابات مجلس هم یعنی تنش‌ها داشتن در روز اول. خب در نهایت با اضافه شدن استفاده از دستگاه بایومتریک یعنی این تنش‌ها تا حد فروکش کرد، اما دیده شد که فعلا باز سر صدای احزاب بلند شده. یعنی هر پیشنهادی که صورت میگیره چرا نمیتونه کارایی داشته باشه و در بخشای هم خوب قابل عملی باشه؟ به خاطر که حکومت متوجه شده که احزاب افغانستان اکثرا اراده قوی ندارن به اینکه بتونن مسئله پیگیری کنن، با اون نسبت اینا حکومت هر چیز دلشان خواست میخوان بکنن. به گونه مثال در واقع گرچه احزاب افغانستان بالاخره گفتن که بایومتریک بیاید، اما زمان سیستم بایومتریک آمد که نه آموزش وجود داشت، نه ترنینگ، نه افرادش وجود داشت و دیرتر رسید و در واقع یک سیستم بایومتریک یک بهانه شد به حکومت که یک انتخابات نیمه شفاف هم میتونه راه اندازی کنه. به هر صورت اگر ما میخوایم که انتخابات ریاست جمهوری بریم، اولین قدمی که هست همین اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح خود کمیسیون انتخابات، خود این رأی بایومتریک شده باید معیار قرار بگیره. با همین رأی در واقع خود لیست رأی دهندگان امیا قرار بگیره تا بتونیم که بر اساس یک رأی شفاف ما رئیس جمهور آینده خود ما انتخاب کنیم. ولی آقای مسعود، هنوز هم کمیسیون انتخابات تاکیدش همی است که یک نهاد مستقل است، خوب کار میکنه و برنامه مشخص داره که چگونه باید به پیش بره. در بخش دیگه هم حکومت است که تاکید میکنه همواره که کمیسیون استقلالیتش همواره در نظر گرفته شده و این طرف هم احزاب است و نقش احزاب که در موردش خیلی نمیخوایم بپردازم. پس چگونه یعنی اعتماد بکنه مردم؟ در طرف شما انتقاد میکنین، در طرف هم کمیسیون میگه که ما کار درست میکنیم. مردم چگونه تفکیک بکنن؟ ببینید در قسمت کمیسیون خیلی شک نیست که تمام مردم افغانستان شما در واقع همه رو میتونید که سوال کنید در قسمت کارایی کمیسیون یا عدم کارایی کمیسیون یا ناکامی هیچ شک نیست. در قسمت از که حکومت نتونست که انتخابات را اندازی کنه هیچ شک نیست. من فکر میکنم که اکثریت مطلق مردم افغانستان به این نتیجه رسیدن که حکومت نه نیت خیر داشته، نه اراده و نه کمیسیون تونسته که گپ کنه. این قطعا شک نیست. میمونه در قسمت از که راهکار بیرون رفت چیست. همون قسمتی که شما سوال کردین، حرف ما میسته که اینی معیارات باید مد نظر بگیرن. تغییر، اصلاح، خود بایومتریک و یک امیدواری باید پیدا شود. درست است که خب کمیسیون مطمئنا اون نمیگه که من خراب کار کردم، حکومت هم نمیگه که من خراب کار کردم، اما عملا معلوم است دیگه با کل مردم افغانستان معلوم، یعنی در این کدام یعنی جای بحث نیست که ما بحث کنیم که نه تو این کار کردیم و اون کار کردیم. شما میبینید که حکومت آنقدر به مردم دروغ گفته، آنقدر فریبکاری کرده، آنقدر ریاکارانه کار کرده، آنقدر پاپولیسی کار کرده که هیچ اندازه نداره. شما تنها مسئله انتخابات شما یک کنار بگذارین، مگر امینا نگفتن که ما در سال اول ما میتونیم 1 میلیون کار با مردم افغانستان ایجاد کنیم؟ مگر امینا نگفتن که ما میتونیم صلح را بیاریم؟ مگر امینا نگفتن بس سال دیگه در واقع بازم اصرار میکنن به شکل بسیار یعنی امی ریاکارانه که نه ما این کارا رو کردیم، ما این کارا رو میکنیم. و حتی چند روز قبل آقای اشرف غنی ادعا کرد که ما اگر یک دوره دیگه باشم فصل ناتمام من تمام میکنم و گفتن ما جنگا رو پایان میدیم. من میگم آقای اشرف غنی تو اول جنگ داخل حکومت تمام کو
او که جنگ داخل حکومت تا آخر تمام نشد. معاون اولت کجاست؟ رئیس اجرایی چه حالت داره؟ وزیرات کجاست؟ حال نتونستی او جنگ داخل حکومت تمام کنی. چطور میتونی که در واقع خود افغانستان صلح بیارید؟ حالا آقای مسعود، با اینمی مشکلات موجود هنوز هم حکومت از اراده سخن میزنه و کمیسیون هم این گونه و می کمیسیون یعنی فعلا کار آغاز کرده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. وقتی که شما از تغییر و اصلاح صحبت میکنین و همشان بایومتریک هم در یک بخش اضافه کردین، حالا چگونه ممکن است مثلا به زمانی که باقی مانده اگر کمیسیون تغییرات بهش به انتخابات ریاست جمهوری چی میشه و اگر موضوعات دیگه اضافه شود، خب معلوم است که مستقیم تاثیر میکنه روی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. میبینین اگر با فکر میکنم که اگر جامعه جهانی اصرار نمیکرد که حتما انتخابات پیش رو یک مقدار چی کنین پیش ببرین و آماده شدن به انتخابات دیگه، من مطمئن هستم که آقا اشرف غنی و کسایی که هم فکرشان هستن اینا تصمیم داشتن که تمام چیزا رو در واقع ناوقته شروع کنن، دیرتر یک مقدار کارشکنی کنن و وقت تلفی کنن تا وقت بتونن یک کار دیگر سرهم کنن. اما به هر صورت مسئله این نیست که یک ماه دو ماه وقت میشن. مسئله است که سرنوشت یک مردم است. 5 سال کامل در واقع زیر ساطور همین حکومت مردم رنج دید، مردم عذاب کشید، مردم در واقع معیشت خود از دست داد، زندگی خود از دست داد، بسیار جوانای کشور تلف شد، بسیار مسائل دیگه. آره کل حرف هم است که ما نمیتونیم فقط به خاطر که یک ماه نیم ناوقت میشه تمام سرنوشت مرد با 5 سال دیگه زیر ساطور امی ظالما بنداریم. یعنی شما میگین ما فکر میکنیم که جامعه جهانی تصمیم خود بگیره یک طرف کنه. یعنی شما میگین که درایت و درست هست یک بخش کار، ولی در مورد احزاب شما به چی تحلیل دارین آقای مسعود؟ حالا احزاب یک بسته پیشنهادی ساختن، در اونجا طرحهای خود را گفتن که از ایجاد کرسی نخست وزیری گرفته تا افزایش شمار معاونان رئیس جمهور، بحث انتخابی شدن مقامات محلی در ولایت ها و میرقم هم موضوع صلح و این موارد بهش پرداخته شده. این بسته یک راه حل است؟ آقای مسعود اگر صدای مرد دارین دوباره تکرار میکنم سوال خود. بله آقای مسعود، من پرسیدم که بیاین در مورد احزاب بپردازیم. شما پیشنهادهای خود مطرح ساختین، ولی احزاب هم یک بسته پیشنهادی ساختن و پیش شرط هم تعیین کردن که هر کسی این پیشنهادها را قبول بکنه اونا از او حمایت میکنن که از افزایش معاونای رئیس جمهور، ایجاد کرسی نخست وزیری و بحث صلح و انتخابی شدن مقامات محلی ولایت ها. این بسته چقدر کارا موثر میتونه باشه؟ ببینن هر حزب در واقع حق داره، ائتلاف‌ها حق دارن که نظریات خود پیشنهاد کنن و مطمئنم که بسیار اصلاحی میتونه باشه، بسیار میتونه که مفید باشه. اما حرفی که ما داریم در واقع حرفی است که بیاین که بر این بار بعد از 17 سال اینی بنبستی که در مدت 17 سال ایجاد شد این را باید بشکنانیم. ما در واقع بریم با یک اردوگاه ترکیبی که اقوام مختلف افغانستان، اقشار مختلف افغانستان با خود داشته باشیم. چرا تمام اساس بحث ما از ابتدا بحث وفاق ملی بوده. ما چگونه میتونیم در واقع یک به طرف یک انتخابات بریم که وفاق ملی در افغانستان تامین کنه، ما از اقشار اقوام مختلف داشته باشیم، ساختار نظام قسمی تنظیم کنیم که تمام اقوام افغانستان خود در سیاست گذاری و تصمیم گیری ببینن و قسم فعلی که در واقع یک نفر بتونه تمام صلاحیت‌ها رو با خود داشته باشه. ما در واقع افکار خود، برنامه خود، تمام مسائل خود داریم که ان شاء الله در وقتش ما جزئیات به مطبوعات میدیم. آقای مسعود، چقدر شما با می بسته پیشنهادی احزاب در بحث قابل عملی بودنش موافق هستید؟ در قسمت از این که قابل عملی، خوب ببینین احزاب کمپین میکنن، میگن ما میخوایم که این مسائل عملی بسازیم. اما متاسفانه در افغانستان قسمی که شما دیدین در انتخابات قبلی که یک توافقنامه بین دو طرف یا دو جانب بود به نام توافقنامه کلان که گارانتی یا تضمین بین‌المللی هم داشت، اما دیدیم که با یک بارگی چگونگی آقای اشرف غنی یا یک طرف تمام توافقنامه را دور زد و هیچ کدامش هم عملی نکرد. امروز بعد از 5 سال در واقع حالت داریم. به این مسائل قطعا هیچ تضمین و گارانتی وجود نداره. این توافقات قطعا یک تضمین اجرایی نداره. متاسفانه ما فکر میکنیم بهترین راهکار همین است که بریم به طرف انتخابات و کاندیدای مستقل خود کس داشته باشه و هر حزب یا هر گروه یا هر ائتلافی که موفق میشه البته بیاین برنامه خود عملی بسازن. این بیشتر میتونه که در واقع یک تضمین بده، یک گارانتی بده تا اینکه فقط ما بریم در ائتلافایی که قطعا تضمینش کنم برنامه‌اش کنم تضمین اجرایی نداره. آقای مسعود، بسیار کوتاه به عنوان سوال اخیر از شما، زمانی که پیش شرط تعیین میشه قبول شدن اینمی پیشنهادها سوی ائتلاف
بزرگ برای کسایی که میخواین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. یک بحث هم تغییر به قانون اساسی یا برگزار شدن لوی جرگه قانون اساسی است. اصلا اگر نامزد قبول بکنه می پیشنهاد و بخواد حمایت اینمی ائتلاف و جریان‌های سیاسی را جلب بکنه به خود، فردا میتونه که باز پاسخگو باشه؟ یعنی اصلا قبول کردن این پیش شرط ها یک بحث بسیار مناسب است برای کسی که نامزد باشه؟ من با شما موافق هستم. خصوصا تجربه چند سال اخیر کاملا نشان داد که این پیشنهادها نمیتونه که ضمانت اجرایی داشته باشه. مطمئنا با خصوص با کسایی که در واقع در مدت 17 سال در مقامات مختلف اینا در داخل دولت افغانستان بودن، تا حال ما کدام تعهد ندیدیم، پیمان ندیدیم که اینا عملی ساخته بودن. به اون نسبت قطعا نمیتونه که ضمانت اجرایی داشته باشه. اما هر کس مطمئنا آزاد است که در یک ائتلاف بره و با کسای مشارکت کنه، پیش بره، او رو کس جلو داشت که نمیده. اما متاسفانه مسائل ضمانت اجرایی ندارد و ما همواره تاکید کردیم، با دوستان گفتیم، با حتی تمام حلقات مختلف گفتیم که این بار قطعا باید یک کاندید مستقل داشته باشیم تا بتونیم مطمئن باشیم که ما سرمایه مردمی خود را با خود داریم و با این سرمایه مردمی میتونیم که تغییرات در نظام آینده افغانستان بیاریم. سپاسگزاری میکنم آقای احمدولی مسعود، رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، از حضور شما در این بحث با ما وصل شدین. شبتان بخیر.